ایول سوارونبای جینبکوف همتای قرغیزی خود را در مرز اسفره و بادکند پذیرایی کرد. دو رئیس جمهور محض در محل به سوی همدیگر آغوش گشادند که چند روز قبل ساکنان از دو جانب به سوی هم سنگ می‌پرتافتند و از کمان‌های شکاری آتش می‌کشیدند. در ادامه ملاقات پرزیدنتان در هیئت‌های وسیع با شرکت مقامداران مدافعه و امنیت از دو جانب در شهر اسفره صورت گرفت. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم مومن احمدی. پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان صبح 26 ایول در منطقه مرزی واروخ آقسای با ساکنان ملاقات کرده دعوت نمودند که مراسا داشته باشند و عزت همسایه‌داری را حفظ کنند. ملاقات رهبران دو کشور در خط بین واروخ و آقسای کمی بیشتر از 30 دقیقه ادامه کرد. در این ملاقات از هر دو کشور تخمینا 30 نفری ساکنان اشتراک کردند که یک روز پیش انتخاب شده بودند. سفر رهبران تاجیکستان و قرقیزستان به واروخ آقسای در حال صورت می‌گیرد که این منطقه طی چند روز اخیر صحنه مناقشه میان ساکنان مرزی بود. بر اثر این تنش‌ها یک نفر شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیده، نزدیک به 30 نفر از هر دو جانب جراحت برداشتند. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی ریاست جمهوری تاجیکستان هم در صحبت با رادیو آزادی گفت که امامعلی رحمان و سوارونبای جینبکوف در ملاقات دایر به همکاری‌های دو جانبه نزدیک‌مرزی، دوستی، رفاقت، همدیگر فهمی میان تاجیکان و قرقیزهای مرز دو کشور صحبت کردند. سامانه پرزیدنت تاجیکستان نوشت که در صحبت با مردم رهبران دو کشور از ساکنان نزدیک‌مرزی دعوت کردند که به اغوا دادن نشوند و مناسبت‌های دوستانه را حفظ کنند. در این خبر آمده است که پرزیدنتان تاکید کردند که مسئله‌های بررسمیت ضروری حقوقی خط سرحدی دولتی در روابط دو کشور مهمترین میباشد و مقامات میل قطعی خود را در سمت ادامه دادن کارها در دایره کمیسیون مشترک بین حکومتی آید به دلیمیتاسیا و دمارکاسیای سرحدی دولتی افاده کردند. مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. محض نامعینی در مرزها باعث مناقشه ها می شود. قرار است بعد انجام ملاقات بلندپایه پرزیدنتان در حدود تاجیکستان، امامعلی رحمان با دعوت سوارونبای جینبکوف در شهرک چالپان آتای قرقیزستان دیدار و گفتگوهای رسمی خود را ادامه دهند. با گفته سخنگوی